رسول خدا صلی الله علیه و سلم وقتی که در زمان حیات مبارکش حضرت ابی هریره روایت میکنن که من تردى من جبل فقتل نفسه، کسی که او را جهل غلبه بکند، به آدابی غلبه بکند، از یک استجای بلند اگر خودش پرتاود، اگر بمبرد، الله در روز قیامت برای نعمت زندگی را ناشکر کرده است. این جهان نورانی خدا نعمتهای خدا را ناشکر کرده است، در آتش جهنم می پرتاونش، 80 سال در قعر جهنم می روه، می سوزه، با می برارنش و با می پرتاونش، ابدالآباد عذابش هم می آید. بفهم میره ابدالآباد نگه که من مردم خلاص شدم، اکن مردی داره و اکن در بلا زدی. برای چی؟ برای این نعمت حیات را ناشکر کردی. خدا ترا برای چی در دنیا با وجود آورد؟ این قد نعمت ها داد، فضیلت داد، برتری داد، زبان داد، عقل داد، چرا این را ناشکر کردی؟ رسول الله گفتن من تحسا سمن، کسی غضبش بیاید زهر بخورد، جگرش پاره شود، بریزد، جانش براید، الله سبحانه و تعالی آن را از زهرابه زقوم جهنم هر زمان میتین میبرد، باز زندش میکنند، باز میتینش میبرد. ابدالآباد عذابش همین است. بداند که از این عذاب خلاصی ندارد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند الذی یخنق نفسه یخنقها فی النار، کسی که در دنیا خودش ببند آسلسه، یعنی بدار بکشه، خودش را بمبره، در زنجیر آهنین در جهنم او را بدار بکشه، عذاب او همین می شود. برای می گفتن من یطعن نفسه فی النار، کسی که خودش را در آتش بپرتاوه هلاک بکنه، او را در آتش هلاک میکنن، ابدالآباد او را در نار جهنم میسوزند. برای می رسول الله حضرت حسن بصری میگوید که حضرت ابی ذر غفاری که لقب او جندب است میگویند ما از زبان پیغمبر در همین مسجد شنویدم، گفتگی پیغمبر را فراموش نکردم، ما دروغ نمیگویم که رسول الله گفتند کان برجل جراح فقتل نفسه، یک مرد یک کسل پیدا کرد، دیگر صبر نکرده او جراحت یاره بدنشو خودش به دست خودش بی‌طاقتی کرده کشت. بعد از آن میگویند فوالله بدرنی عبدی، خداوند میگوید قسم به یگانگی خودم که من برای این بنده عمر دادم، حیات دادم، پیش از این که من نماینده بفرستم این خودش کشت. چی میفرموده است؟ آمده است فحرمت علیه الجنه، برای این کسی که ناشکری کرده خودش کشت من جنتم را به این حرام گردانیدم، جای ابدی دوزخ است. ایرا معنای نعمت و عقل الهی است. یک مرد در زمان بنی اسرائیل میگویند بسیار درد غلبش کرد، کارچه را گرفت، بدنش یک رگی بدنش را برید، دیگر خون قرار نکرد، مرد. امام بخاری روایت میکند که الله فرمود دیگر بوی جنت نمیبینه، بوی جنت را نمیبیند این مرد. برای چی؟ برای چی مجبور بود خودش را کشت؟ حتی انسانای عاقل آنها را در حالتی که جریمه گناه میکنن در جامعه خلل میرسانند، آنها را هم اگر حکم اعدامی یا حکم حبس ابد یا حکمی به شرطی که 20 سال و 30 سال هم بدهند، آنها باز هم از هوای خدا آرزو و امید نجات دارند، خودشون هلاک نمیکنن. نمونا میگوی خیلی هم جمع باشه،
گناه کردیم و از هوای خدا عبادت کرده خواب میریم. نه اینکه انسانی آزاده که در عالم آزاد باشه، در بین نعمتها تو خودت به دست خودت ناشکر کرده ای جان شیرین را تحقیر بکنی. رسول خدا